من سوال میپرسم آیا زنده ای در این استان هست؟ نمیدونم فلان 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 رو جلوشو بگی، بذار تا اصلا بشنون بگنم. چرا جان و سرمایه ما بیاد پول بشه بره در حساب آقای در تهران؟ مگه مردم ما چه کردن؟ مگه ما کم انجام دادن برای تاریخ؟ مگه کم شهید دادیم؟ به اسم این که مالیات امام جمعه محترم زمانی وارد این قضیه شد 2 سال پیش خوردنش. من گفتم در جلسه سرمایه‌گذاری نمیدونم کدوم که از عزیزان کمیته امنیتی شورای تامین، گفتم من حاضرم پشتش باشم تمامشون پولم بکنید، بذار تو گردن من، بگیم یا حسابات رو منتقل کن به استان، به بانک‌های استان، چی گردش مالی اتفاق بیفته. بابا این 619 میلیارد دلار این چرک دسته، اینو ضرب در 100ش کن درآمد تنها تو استان ما بیشتر نیست، بقیه‌اش بماند. مصیبت اینه در مجلس نماینده به طرحی که در استان ما با آب ما با سد ما با هزینه ما داره تأمین میشه اعتراض گذاشته بود اینا به چه حقی میخوان آب ببرن که آب منو اخلاء درش بود. تو کی هستی آخه؟ تو برای آبی که اینجا ما نمیخوایم وحدت بین کشور رو زیر سوال ببریم، ولی شما الان برید تو استان فلانجا ببینید یک مزیت از استانش میتونید بگیرید، میگه آقا به ازاش بیا من روزم چیز بهت میدم این فاکتور برای من پرداخت بکن من در